هاشیمگادو را در کتابخانه ملی مجسمه‌اش نیم پیکره شدیم و تمام فویل طرفخانه بخارا آلومینیومی و داخلش آشپلوی تاجیک. برف بی بچه برف. حقیقتش رو بخواید ما متاسفانه توی ایران میشه گفت 90% مردم، بیش از 90% مردم تا چند سال با دعوت معاونی رئیس کتابخانه جمهوری تاجیکستان امروز با آقای علی دعوت شدیم اومدیم در کتابخانه ملی مونیم برادرها. امروز در کتابخانه کتابخانه ما نه آشیانه داره با دو آشیانه دیگه زیر زمینی داره و برای 10 میلیون کتاب هست. این زمان 5.5 میلیون کتاب داریم. این زمان و کتابایی داریم که 900 سال ممکن هست. یک جای میریم دیدن میکنیم و یک تک شما دو نشون میدیم. یک چیز خرسند شدیم در اینجا. استاد عزیز هاشیمگادو را در کتابخانه ملی مجسمه‌اش نیم پیکره شدیم و تمام نقش‌هایی که بازیده است هست. از ادیب سر کردن ادیب و دیگر نقش‌ها همه والاش در همینجا در کتابخانه ده. دوستای عزیز خیلی خرسند شدیم و تمام کتاباش استاد زیاده از 1000 کتاب داره. همه کتاباش هست تا کلیات نویسندگی استاد هست و امروز از سحر تا با این حاضر در کتابخانه بودیم. کتابخانه ملی را با علی سلطانطویی همه جور دیدیم. اینا برادرها همه سرجم کتابخانه ملی بیا. حقیقتش رو بخواید ما متاسفانه توی ایران میشه گفت 90% مردم، بیش از 90% مردم تا چند سال پیش حتی کشور همسایه خودمون افغانستان رو نمیدونستیم که فارسی صحبت میکنن. حتی خود من که در واقع دوستان افغانستانی داشتم این موضوع رو نمیدونستم تا قبل از سفرم به افغانستان. دنبال مترجم بودم برای سفرم به افغانستان برای حدوداً 4 سال پیش که می‌خواستم برم و ما خبر نداشتیم. فکر می‌کردیم دوستان طرفخانه بخارا ما این عبد اینجا دعوت شدیم با همراه آقا علی. این آقا علی در اینجا طرفخانه بخارا. اینا اکثر تلویزیونی و جهاننما برادر ما میگن ما امروز تلویزیون و کتابخانه ملی آموزش داده بودیم. اومدیم اینجا بهترین طعام‌ها داره خلق. اینجا جایی هست که مهمونا را خط همینجا میاریم دیگه. اینا نداریم دروش بهترین ایده. اینجا مخصوص برای سیاح‌ها دیدیم بچه‌ها. مخصوص برای سیاح‌ها. سلام علیکم. خوب است کجا؟ خوب است کجا؟ تنجا سه کار خوب است زندگی خوبه. اینجا سلام علیکم. اینجا با مخصوص برای سیاح‌ها با کمی یک ایده برای سیاح‌ها. حرکت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. اینجا مخصوص برای سیاح‌ها خوب ایده. اینجا شباش خوبه. اینجا شبا موسیقی زنده میشه. انا آشی دکچه در بخارا یک طعام است با نام آشی دکچه. انا که همه برادرها رو خوش آمدید میگیم. علی جانم زنده باش. شکر جان و قند. انا که رو میبینی به 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 ولی که بیا آشی دکچه رو شده کنم. توی تاجیکی درشو باز کردن. لای فویل طرفخانه بخارا آلومینیومی و داخلش آشپلوی تاجیک. اصلا این چربی روغن ازش میچکه. تهش تدیکشون در میاد. اصل جنس. این یه آش بخوزم برای دوش یه وجب روغن داشته باشه. آشپلوی تاجیکی. آشی دکچه.
سلامت باش برادرم. اشتیایتون سلامت باش. چی دارد از این؟ داخلش چی آش دارد؟ داخلش روغن زیتون دارد. این تخم بدانه هست، بودنه، گوشت گاو با برنج و سبزیجات. نباش. با اشتیایتون به هویج میگن سبزی. میخ زمینی. میخ زمینی. زنده و سرد. میخ هوایی چیه؟ میخ هوایی چیه؟ ما گل میخ داریم. میخ هوایی نمیگیم. میخ زمینی وقتی میگیم باید یه میخ هوایی هم نه باشه. نه میخ هوایی نمیخوام میخ زمینی. ما نداریم. مایدان شما شنیدید میخ زمینی. سوزیر میخ زمینی میخ زمینی نمیگیم. شاید به مسخره بازی به شوخی گفته باشیم میخ زمینی. ما میگیم هویج. ما شنیدم که میخ زمینی گفتیم. نه ما میگیم هویج. افغانستان میگن زردک، شما میگی سبزی. سبزی. درست. خیلی بیا ما بسم الله. مثال دیگه ایه میگیم میخ اسلامو در سرزمین کفر فرو کرد. یک رقم دیگه است. ایما میفهمه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. برف بی بچه برف. ولی برف چقدر؟ بسیار زیبا، نعمت خداست. از آسمان میبارد. بله بله. این هم یک نیمت های راست میگه. این هم یک نیمت های.